خون پریود ما زنا نه کثیفه، نه بو میده، نه چندشاوره و نه ترسناک. اتفاقا مقدسه. میدونستی توی خون پریودت سلولای بنیادی هست؟ میدونستی سیکل قاعدگی ما زنا و رحم ما زنها با چرخش ماه کاملا در ارتباطه؟ ماه از تاریکی متولد میشه و توی 28 روز به تکامل میرسه و ماه کامل میشه. ما زنا هم هر ماه این چرخه رو طی میکنیم و توی هر ماه 4 فصل رو تجربه میکنیم: بهار، تابستون، پاییز و زمستون. وقتی پریود میشیم و خون ریزی شروع میشه، وارد فصل زمستونمون میشیم. انرژیمون به کمترین حد ممکن میرسه، بین 0 تا 20. تو اون یه هفته باید کاملا استراحت بکنیم و فعالیت‌های فیزیکیمون رو به حد اقل برسونیم. انگار واقعا داری زایمان میکنی. باید استراحت بکنی. دقت کردی تو دوران پریودت اشتهات زیاد میشه، بیشتر دوست داری استراحت بکنی، بخوابی، دلت نمیخواد فعالیت زیادی داشته باشی، احساس میکنی عمیق‌تر شدی، بیشتر میفهمی، دوست داری تو خلوت خودت باشی. تو این دوران تو در بالاترین سطح آگاهی و شهود خودت هستی. درهای الهام و شهود به روی تو باز هستن. انگار ما هر ماه میمیریم و دوباره از خاکستر خودمون متولد میشیم. وقتی داری به زمستونت نزدیک میشی، انگار تمام کارهایی که کردی، حسهایی که داشتی و تجربه هایی که داشتی رو داری به دنیا میاری و این چرخه 28 روزه رو داری میبندی. یادت نره پریود تو یه معجزه است و رحم تو مرکز معجزه. عاشقتم.